دگل نزیکبونا جوانا ریفراندوما سرخبونا هرما کردستان عراق چالاکیان پشگیری خورتر دبن و تنگجا سیاسی بهستر دبد. هفدم دگل سردانا سروک هرما کردستان عراق مسعود بارزانی بو باجر کرکوک یا دولمن به پترول پرلمان عراق بریارا پیکینانا ریفراندوم رد کرد و دستور دا سروک وزیر عراق هر کارکی پیدوی بکد بو پاراستنا یک پارچه یا خاک عراق. أنا أدعو القيادة الكردية إلى المجيء إلى بغداد. از دخوازج سروکاتیا کردان دکم بین بغداد و دیتن و دست پیکرنا دانوستاندنان. چو بجارنین جبلی دانوستاندنان. ام دگل دیالوگی نو دی بردوام بین. لی رفراندوم دی اولهی عراق و توای دوره به ختمه ترسیه دا. سروک هرما کردستان عراق مسعود بارزانی لکمبونه که دادگل خلک کرکوک گوت هیوین مبون مع عراق کا فدرال دموکرات و یک گرتی آوا کربا لیمن نکاری. وش بروی چند دوی رئیس لبریارا توایا خلک بیتا گرتن و جوانا خلک کرکوکه. لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يمنع أهل كركوك. ام رينادن هر کس رگیری لخلکی کرکوکی بکد. چارنویس وان دیار بکن. ام در رزه لبریار خلکی کرکوکی گیرین. و دبی خلکی دیجی رزه لبریار خلکی کرکوکی بگیرن. گشت پرسی دیار کرنا ارادا گله. کار بدستن هرما کردستان دبیجن بریارا پرلمان عراق باندور لسر پیکینانا ریفراندوم ل 25 مه ناکد. توایا اندام کرد پرلمان عراق دا ناراضی بونا خو لسر رد کرنا ریفراندوم دیار کرن و به توایی جکمبونا پرلمانی در کفتن. نبتن عراق دجی ریفراندوما کردایه. ترکیه و ایران و سوریه جدابونا کردن عراق دترسن و هر واسا امریکا یا خودان باندورا هر مزن بسر دوره هلبیستکا زلال دیار نکریه. Look, Washington is not firmly opposed to Kurdish independence in the long term. واشنگتن ددمکی درێژ دا بە فەرمی نەدژی سەرخۆبوونا کوردایە. ئەس باوەڕ دکەم واشنگتن دەبێژێت دەڤەرن ناکۆکی لەسەر هێشتا ئالۆزن و یان گرنگ واشنگتن دەخوازێت کورد ماڵاخۆ ڕێک بخەن. هرچند توایا کردان دگر ریفراندوم سرخبونا کردستان عراقینه لی اون ایرو دبیجن نخیر بو ریفراندوم باور دکن کارکی زور بو قایل کرنا جواتا نفنتوی به مافی کردان نهاتیه کرن. یا هر گرنگ دانستاندن دگل جواتان نتویی ولاتن هرمه و بتایبت بغدا درباره رفراندوم و انجام وی بتکرن. لدمابوری کار به دستن امریکا و ین چندین ولاتن دی سردان هرما کردستان کرن به مرما قایل کرنا کردان به پاشخستنا ریفراندومه. هر واسطا سروک کمکار عربی سردان بغدا و حوله کر لی یا خویادکت سرکردایتی کردان ندودله هم بر پیکینانا ریفراندومه. پیما سرکردایتی کرد که دیت سر مسئله ریفراندوم اوه که لجر حالا پستویی گرینجی جماوری ده جماوری کردستان پیوای روشی و هاتو که دبل عراق زیابه تو چندین سال و نزدیک 100 سالی پیکوژیان به همون شوازک هر هرسی هنا ولا عراق تا لکاتک دا عراق برو هرس دروا کرد نهایتن بشک بلو هرسه پیوای تل روی دستوری و لروی قانونی و که امرو چند کسیش من هی لیره باز لو بابت دستوری و یا سایانه دکن هریم کردستان ما فی خویتی که بریار لچار نسی خوی بده. کرد لروشالات ناوین هرج پشتی شر یکی جهان برخودان بو ولاته کی سر بخود کن لی هرتم پیلان و برجواندین ولاتان ریگر بون لی باوری هی کردن ایرو ند همان دستوداری بری 100 سالان دا در باز دبن. خالد فتاح دنگ امریکا.